اگر میخواهید که خداوند بر شما رحم کند و مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید، پس به خلق خدا چه انسان و چه حیوان با رحم باشید. هرگز به کسی ظلم و ستم و بیرحمی نکنید، حتی به حیوانات هم. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کسی به مردم رحم نکند، الله مهربان به او رحم نخواهد کرد. وای بر حال کسی که الله مهربان بر او رحم نکند. خدایا به گناهان ما نظر مکن و بر ما رحم کن. هر کسی سخن مرا بشنود و به دیگران برساند، خداوند چهره‌اش را نورانی و زیبا بگرداند. این از سخنان من نیست، بلکه از سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که در روایت ابن ماجه آمده است. پس هر یکی شما می توانید مصداق این حدیث باشید، زیرا لایک ماندن شما باعث پهن شدن این گونه نوارهای اسلامی می شود. در اجر و ثواب آن هم به اذن پروردگار شما شریک هستید. لطفاً به خاطر پهن شدن و به دیگران رسیدن این نوار، لایک و کامنت های خوب نوشتن را فراموش نکنید و حتما این پیام را به دوستانتان هم فرستید تا آنان هم در اجر و ثواب شریک شوند.